مرکز مطبوعات کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که بر اثر سوختار در یک نقطه فروش سوزشواری در نویه قبودیان 13 نفر جراحت برداشته، 7 ماشین ضرر دیده و 2 سرچاروای کلان تلف شده است. در عکس نشر کرده وزارت کارهای داخلی دیده می شود که بر اثر این آفت نقطه فروش سوخت تقریبا پوره به کام آتش رفته است. بنا به این منبع 21 فوریه سال 2022 ساعت 15:04 در نقطه فروش سوزشواری شرکت آریانفت واقع در کوچه اسماعیل سامانی نویه قبودیان ولایت ختلان در نتیجه ترکش ظرف نگهداری گاز مایع سوختار به عمل آمده است. با قبول خبر فوراً به جای حادثه 6 عدد ماشین های سوختار خاموش کنی سفربر کرده شدند. مساحت سوختار تقریباً 280 متر مربع را تشکیل داده در نتیجه گذرانیدن عملیات فوری کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی راه پنجشوی سوختار پیشگیری کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی افزود که در نتیجه سوختار 13 نفر جراحت جسمانی سوخته بدن برداشته، 7 نقلیات سبکرو ضرر دیده است. همچنین 2 چاروای کلان شاخدار تلف یافته است. از طرف کارشناسان تحقیق حادثه برده شده، سبب، گناهکار و ضرر معاین کرده می شود. وعده داده است وزارت کارهای داخلی. پیشتر عبدالمجید اودیف رهبر دستگاه رئیس نویه قبودیان در یک تماس تلفنی به پریس تیجی گفت تنها 1 نفر جراحت وزن برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. بقیه را بعد معالجه طبیبان از بیمارخانه رخصت کردند. گفته است اودیف.